بدون برگه بیار. حالا لولش کن، اینجوری با چسب حرارتی بچسبونش. حالا یه کاغذ این شکلی میخوایم، این شکلی لولش میکنیم عین یه بیف. حالا بهش چسب میزنیم. حالا اینو میندازیم داخل این و تا اونجایی که اینجا میشه اینجوری خط میندازیم، دستمون میزنیم و قیچی میکنیم. حالا یه خرالندون میذاریم اینجا و چسب میزنیم دقیقا به همین شکل تا ته میبریم. راستی ببخشید چند روز نبودم. و وقتی به این حالت در اومدیم میندازیم اینجا اینجوری جاشم موند، حتی میندازیم اینجا و